راتوایلرها و 9 واقعیتی که شاید در موردشون ندونید. روتوایلرها از سگ‌های گلران روم نشأت گرفتن، پرورش یافتن که با سربازها رژه برن و در سفرهای طولانی در سراسر اروپا از گله محافظت کنن. 2. غریزه محافظت اونا رندوم نیست. اونا قبلا در آلمان از کیسه های پول تجار هم محافظت میکردن و به همین واسطه لقب روتوایلر، سگ قصاب، رو یدک میکشن. 3. روتوایلرها روابط عمیقی در خانواده ایجاد میکنن. اونا به سرعت اعتماد نمیکنن، اما وقتی انتخابت کنن وفاداریشون خدشه ناپذیره. 4. اونا جزو باهوشترین سگ‌های کار هستن. وقتی کار واقعی دارن شکوفا میشن. فرمانپذیری، کار محافظت، ردیابی و حتی سرویس‌های اجتماعی به اونا انگیزه میده. 5. یک روتوایلر که درست نژادگیری شده باشه با اعتماد به نفسه، خشن نیست، قدرتش تحت کنترله و همیشه قبل از واکنش نشون دادن محیط رو بررسی میکنه. 6. اونا میتونن گنده‌بک‌های بغلی باشن، با خانواده‌شون صمیمیان و گاهی تمام وزنشون رو از عشق روی صاحب میندازن که بگن دوست دارن. 7. به واسطه قدرت بدنی بالایی که دارن و محافظان ذاتی که هستن، اجتماعی سازی و تربیت اونا از سن کم یک ضرورته. اونا با یک سرپرست و رهبر خوب نیاز دارن. 8. روتوایلرها ورزشکارانی عضلانی هستند که در نسل‌ها پیش هر روز کار می‌کردن، پس فعالیت روزانه یک پیشنهاد نیست، یک نیازه. و 9. قلب یک روتوایلر مثل قدرت و هیکلش خیلی بزرگه. یک محافظ، یک همکار، یک دوست وفادار که همیشه کنارت میمونه. برای کلیپ‌های بیشتر از این دست فالومون کنید.